خوبت بچو کچم نقص Assalomu alaykum aka Baxtiyor, shuma naz gashdetmi? Xursand shudam. Yakuniy ishtirok kunam مشد shuma. مورد افتگشتیم Hamtami naz. Rost migid mishita. Ana kan imroz barnomamoya sar kardem aka Baxtiyor ba khotiri khodatonam didid ma zumaya aslan harakat biso koshisham kardam نتونستم مقصد نمیدونم چی با نصیب باشه تو که زومای باید در که میمونی. باید یگون کسی که از زوم با خبر است پیشش یک دو سه درس گیرید راست تا میگی راحت توانید. شمایم منم باید یاد گیریم اکا بختیار مقصد تو که ما یاد میگیریم یک طرح دیگه شو پیدا کردم من گفتم که وقتی اومده در تیک توک لایف آدم گپ زند در اینجا ثبت شده میموند یعنی ضبط شده میموند بعد اینم میتونه آدم در صحیفه دیگرش مثلا پخش کند با نزدیکانش یا که در صحیفه ما مثلا خودتون نقض میدونید که صحیفه من چطور فرهنگی است اینترسنی چه جالب است بسیار کار خوب میکنید همون فرهنگ همیشه این پیوندگری مردم های به یکدیگر پیوند میکنه. فرهنگ بیشتر و اولوتر از اقتصاد است به نظر من. اول فرهنگ بعد اقتصاد. بسیار درست گفتید اکا بختیار من شما کتابتون اولیم دارم در خونه همین سختترینش چی هست همین فارسیش خونده نمیتونم شروعش میخونم و دوامش خونده نمیتونم بعد من گفتم که حتما خدا خواهد یک کم یک نصیب باشد پلانا هست شاید همین سال آخرترش یاد گیرم بعد شما کدی مشق میکنیم دیگه در فارسی گپ میزنیم خطا این خطی فارسی میشه در یک هفته یاد گرفت. خوندنش منظورم، نوشتن البته که زمان میبرد اما خوندنش خیلی آسان است. در مدتی یک هفته 10 روز راحت میشه یاد گرفت. همه هر خیلی است که بختیار اینجا باید آرام باشد کنسنتریرین کند آدم آرام نشسته در وای کند خوب از زود یاد میگیرد شما البته میتوانید نصیب باشد منم در خطار شما یاد میگیرم باز گفتنی هستم که باز برای بینندگان در آینده این نواری ما پخش می شود که شما از پنجکент هستید. پنجکت باز یک نامش درباره پنجکent یکم چیزا گید که ما خبردار شویم. من از بخارای شریف شما از پنجکent گفتید یک کمی که درباره پنجکت. بله پیش از آن وقتی پنجکت میگوییم اولین کسی که به یاد می بیاید بابای رودکی ما که بابای ما رودکی بزرگوار که اساسگذار و سردفتر ادبیات پارسی تاجیکی است و بعداً وقتی پنجکت میگوییم پنجکت قدیم و سرازم که شهری قدیمی است و تاریخی 5,500 ساله دارد که همون زمان از فرهنگ و تمدن شهرداری و شهر آفرینی بهره‌ور بود و شهری قدیمی با هنرهای قدیمی خودش و مثل اینا و چنانه که گفتم اولین فرد یا چیزی که به یاد کس میزند این رودکی است که تا به حال از همون پاره های شعری که مانده است نه بیشتر از 1000 بیتی که مانده است قدرت توانایی بزرگی او هویداست و تا به امروز حرف هایی که گفته اکتوالی هستند و مضمون و هدف خودش گم نکرده. یعنی تا به امروز همون بشردوستی هومانیسم برای جهانیان در جای اول می ایستد. همون چیزهایی که رودکی می ستود می سرود و ترنم می کرد مثل اون که یک پاره شعرش چنین است: گر بر سر نفس خود امیری مردی بر کور و کرر نکته نگیری مردی نبود فتاده را پای زدن گر دست فتاده بگیری مردی. یعنی
این چی گویم این قله بشردوستیه که 1000 سال پیش رودکی می سرود. بسیار درست گفتید. تاثیر این نوارهای ما البته هست. انا برآمدهایی که 4 سال سین میکنیم بسیار چیزای خودم یاد گرفتم از روی همین نوارها. دوستا پیدا کردیم، انا شما پیدا کردیم، خیلی آدمای نغز پیدا کردیم، عالمان پیدا کردیم که سوال دهیم زود جواب میگیریم، پیشتر از چت جی پی تی جواب میگیریم. و همین خاطر فایدهش هست یعنی نوارهای ما. انا باز گفتم البته این نوارهایی که میکنید این کاری فرهنگی بسیار کار خوب است و پهن کردن چنین نوارهایی که با مردم درباره مردم، درباره زندگی مردم، درباره عرف و عادت‌ها، عنعنه‌ها، توی و سور، زبان، مقال و همه این چیزایی که ربط دارد با مردم پسند است و البته که اینا هم خودشون تماشا میکنن و هم با اطرافیانشون توصیه میدهند که تماشا کنند و چیزی درباره خودشون بیشتر بیاموزند. راست میگید. کنی اکنون شما گفتید کنی چطور زندگی است در اروپا. انا شما هم منم من حیث یک از آسیای میانه آمدگی اینجا زندگانی میکند، چطور برای شما میگذرد؟ 10 سال است که من در اروپا هستم، در آلمان. زندگی بد نیست. از روز اول است که کار میکنم و سبب کار کردنم از روز اول زبان انگلیسی بود، چون من زبان انگلیسی آموخته بودم و از روزی که اول که آمدم همچون به حیث ترجمان کار شروع کردم و بعدا کارهای دیگر و حاضی پشت کارهای دیگر هستم. البته هر کشور جهت‌های منفی و مثبت خودش دارد. مثل آلمان یک کشوری نسبتاً آزاد است و به شهرونداش ارج میگذارد و شهروندا راحت میتونند به اون کارهایی که خودشان میخواهند دست زنند و پشت اون هدفهایی شوند که خودشان میخواهند. البته از جهت اون گیم که ما در فرهنگی دیگر بزرگ شدیم، اینجا با فرهنگ دیگر روبرو میشویم، اما ما همچنین یک آدمی که خیلی زود این چیزای به خودش هضم میکند مشکلی ندارم، نه با فرهنگ اروپایی و نه با اون خاصه به فرهنگ آلمانی و زود توانستم که خودم جایگاه خودم رو در اینجا از نظر خودم پیدا کنم. زندگی بد نیست و من بسیار اونهایی که میخواهند با آلمان بیان برای کار و زندگی همیشه راهنمایی میکنم و اونهایی که میبیایند و از تا توانم یاردم میکنم، یاری میکنم. راست میگید. رحمتی کلان راست میگید. منم 10 سال میشود که همینجا هستم در آلمان، در گرمانیا. خودی که شما گفتید خودی که شما گفتید برای منم سخت نشد در اینجا یاد گرفته رفتن، به خاطر خودتونم خوب میدونید کشورهای ما چطور است. یک طور دیگر مدرن بود و اینجا هم دمون مانند بود. یعنی برای من یک زبانش دیگر نمایید. مثلا مردم های دینش ما هم که در اونجا هم تکلان شدیم کاری نداریم در دین کس یا در ملت کس. در آلمان هم همین طور است. یعنی فقط زبانش دیگه بود، زبانم یاد گرفتیم. خوب کم در 6 ماه یاد گرفتم. همون خطر که چه خطر در کار بود یاد گرفتم. آزاد صحبت کردم. بسیاری ها چنین میناماید که میبخشید بسیاری ها چنین میناماید که زبان آلمانی بسیار زبانی دشوار است و از خود کردن نمیشود. این حقیقت ندارد، ولی دشوار است اما منطقی است و میشود در مدتی مثلا 1 سال با همون حدی که برای زندگی یک آدم ضرور است رسید.
راست میگید. درست. منم وقتی همون زمان کوشش میکردم یکمین به من کمک شد کمک شوهرم، چون که همه چیز در خانه دیگه وای کردن، خاموش کردن. فارسی اگر بود یا که من نمیدونم دیگه ترکی بود، هر زبان روسی بود، میگفتن که باید در نمی 6 ماه درس داری، در 6 ماه باید یاد گیری. گوشت فقط آلمانی فهمه تو خوب ثبت کرده مانه در مغز کلید. خب دیگه باز زودی و راستی هم تو کمک میشد است. وقتی میمونه درسته. تلویزیون، وقتی تلویزیون هم آلمانی، تلفن هم آلمانی، همه چیز آلمانی زبونش آدم زود یاد میگیرد. انا وقتی یاد گرفتم سخت نیست. با همین خاطر ولی این تمام گپتون چیز درست. رو- ببین محیط اساسی است و وقتی که همین از محیط میتونی خوب استفاده کنی خیلی زود میشود تسلط پیدا کرد به زبان. و در اون موردی که گفتید که مثلا در اروپا بودن یعنی چطور است، یک چیز دیگه میخواستم بگویم اتون که ما در کشور خودمون نماینده خانواده ها ما هستیم، اما در کشوری دیگر نماینده مردم ما هستیم. از اون که چی طور، این حرفای من نیست، این حرفی نویسنده گرجی امیرجیبی است، و از اون که ما چی طور زندگی میکنیم، چی طور خود ما به مردم معرفی میکنیم، نظر مردم با مردم ما از این رنگ میگیرد. یعنی که ما خودمو اگر که خوب هستیم، ما خودمو اگر که در سمت خودمو در سوی خودمو پیشرفته هستیم و رشد میکنیم و با مردم اطرافمو مناسبت خوب انسانی داریم، درباره ملت و درباره دولت و درباره مردم و قوم و خلق ما همینطور تصور دیگرها شکل میگیرد. بسیار از این رو درست. بسیار مهم است که وقتی البته به جای بیگانه میگوییم، اما ما الکی در اینجا بیگانه نیستیم. من شهروندی دارم، گویا که مقیم آلمان هستم و خودم جزئی این جامعه میدانم. درست میگید. بسیار درست گفتید. که بختیار منم گاهی فکر میکنم راستی که دلم فقط وطن میکشد، اونجا میروی در اونجا مثل بیگانه هستی، بعد میگی زودتر خونیم بروم، خونیم بیایم گرمانیا، بعد اینجا میبیایی بعد میگی خیریت خونیم اومدم، حیران میشی با خود، بازم دل اون طرف میکشد تو، لیکن اینجا دیگه خونت شده است. با همین خاطر طور شما گفتید درست است. منم در همه جای کوشش میکنم یکم نوبت به فرهنگ خودم دست گیرم. همین چیزی که من داشتم از یک مثال دیروزه میگم، البته نمیگم کی از کدوم کشور. دیروز یک همزبان دیدم، قریب 3 تا همزبان دیدم که از کشور همسایه های ما هستن. خوب نمیگم از کجا، نان و آش هم شده بودیم، شناس هم هستیم، خودشون نادیده گذشته میروند. یک عادت دارن، انم تو انا از پیشتون میگذرن. ما حیران میشم، ما این تو عادت نداریم. شاید ما مثل روسو بزرگ شدیم، شاید ما مدرن بزرگ شدیم، اما ما بی فرهنگ نیستیم. سلام علیک حتما میکنیم، یک کس بینیم 10 سالم اگر گذره سلام میدهیم. متاسفانه این مردم رو میبینم مثل شما گفتید، یک این مردم رو دیدن کتی باور میکنید قریب 100 تا همین تو مردم هم تو فکر میکنم. طور شما گفتید این یک همین دیدم، دیگر دیدگیم 3 نفرم دیدم از یک کشور هستن، همزبانی من هستن، خودشون نادیده گذاشته میروند. فکر میکنیم آیا با این مردم مثلا این دیگه آدم فرهنگش نشان دادنش است. در هر حالت آدم باید چی گویم داشتم، مرد استاد شود، با فرهنگ ملایم فرایندلیش، یعنی دوستانه باشد. یعنی ما نمی تو کلان شدیم، ما در کشوری ما اما اون جزئیات است. ببینید آدمی همه نمیتواند یک رنگ باشد و ما هم نمیتونیم همه ما خوب باشیم، همه ما بد باشیم. هر خیل هست، هم خوب ما هست هم بد ما هست. برای همین اونای نادیده باید گرفت و همیشه از خوبی باید گفت. عیناً گفت اینجا است که عیناً از این مردم میکره میکند. اکنون رفتیم من در استریا، همین تو خانه فرهنگ تاجیکستان،
همین تو میگید هم عین خودی وجود دیگه دنیا تو خیز من اون چی که شما میگویید خیلی خوب درک میکنم و میفهمم، اما من گنده است بسیار گنده است آدم خوشبین هستم و با عقیده من باید با خوشبین بودن و با گفتن جهتهای مثبت بیشتر میتواند آدم به هدفهای خودش رسد. راست میگید میدونید من مقابل اون چیزایی هستم که مثلا 5 کس 6 کس میشینن و میگن که ای تاجیک بخیل، تاجیک حسود یا این و اون. این به مغز من و شما جا کردن. نه تاجیک بخیل است، نه ترکمن بخیل است، نه ارمنی بخیل است، نه آذری بخیل است، نه کسی دیگر، نه یگان ملت دیگر حسود است. حسود بودن، بخیل بودن، این چیزا خاصی تمام بشر است، ملت ندارد. میدونید مغز ما به جا میکنن که گویا که تاجیک‌ها یکدیگر بد میبینن یا که دیگر ملت‌ها یکدیگری خودشون بد میبینن. نه، اصلا چنین نیست و نباید همین چیزهای رواج داد و ترغیب کرد و گفت و برعکس مقابل این گپا باید همیشه حرف زد که احساس ملت ندارد. یک چوکچه، یک اسکیموس، یک تاجیک، یک روس، یک انگلیس، یک امریکایی وقتی که توی میرود باید خرسندی کند، شادی کند، رقص کند. وقتی که مرده میرود باید گریه کند. این یک چیزی طبیعی است و ما میبریم پیوند میتیم با کیم جاهای دیگر و با خود ما افسانه میبافیم که با این چوب دادن که فلان کند، با اون فلان دادن که فلان کند، که این بافته مغزهای میبخشد بیمار و مریض است. هیچ ملتی از ملت دیگر بالاتر نیست و هیچ قومی نمیتواند خودش از قوم دیگر بالا گیرد. اینم خیلی درست میگید. ما میتونیم از گذشته خودمون افتخار کنیم، اما نه با اون شکلی که گذشته دیگر رو پست زنیم. نه، ما در رشد فرماسیاهای گوناگونی تاریخی قرار داشتیم. یک شاعر خوبم میگوید که جای دیگر هم میبود، رشد دیگر هم میبود. اما یک بچه تاجیک و یک بچه اسکیمو و یک بچه انگلیس و یک بچه یهودی و همش در یک جا بره و یک شرایط معین مهیا کنه، همش یک گونه یکسان خوب تربیت می‌یابد. یعنی از محیط، از شرایط بستگی دارد و نمیشد این چیزایی بیاریم با پیوند بیتیم با ملت و با قوم و با این چیزایی. نه اصلا خودتون خوب میدونید من قوم گفتنی نیستم، یگانه گفتنی هستم که شما که گفتید در همین ما دیگر کشور میگردیم خودمون ما باید هر طوری خودمون ما دست میگیریم، همینطور مردم ما قبول میکنند میبینند. انا کنون من من میبینم که شما فقط از زمینو میبینم چی برش من 10 سال میشود چرا من فقط از زمینو میبینم اتیگور نمیبینم. میدونید من شما برای چه میدونید برای چی؟ برای اینکه اینا نزدیک ما است، ما نزدیک میبینیم دور نمیبینیم. آقا دورش هم میبینم من برزیلیانی تا دیگهش هست. نه ببینید و شرایطی هر یکی اینو باید درک کرد. از بعد که درک کردم دیگه از درک کردن چشمم همینطور من میفهمم، من درد شما خوب میفهمم، اما راههای دیگر باید جست. راست میگید، گوش کنید چی میگید. خودتون خوب میدونید جوریتون از شوهرم میگید که شاید توی هم بعد از 10 سال دیگر 20 سال میگذره دیگر همین توی این شوی. من گفتم من 10 سال گذشته من تغییر نکردیم، بازم من سلام میتیم، بازم سلام داده گذشته میروم، ایل سلام نده. بله اما شما این وجودی ببینید من و شما نمیتونیم وجودی خودمون به دیگران تحمیل کنیم. این چیزی که شما میدونید در خانواده‌تون چنین بزرگ شدید، این چیزا کسی نمیتونه از شما بگیرد و از من بگیرد. منم همون یک کلانسول بینم میخیزم، یک زن بینم میخیزم، بینم که در دستش که بار دارد میگم بیا کمکت کنم، یا که در مترویی که در اینجا میشینیم اگه بینم از خودم یک نیم سال بزرگتر است جا میتیم. البته این همه این عادتی ما، این عادتی که
عرف و عادت و فرهنگی که ما بزرگ شدیم، این از من و شما کسی گرفته نمیتوند، این با من و شما میماند و 20 سال دیگه هم تغییر نمییابید، 30 سال دیگه هم تغییر نمییابید، چون با این چیز ما بزرگ شدیم و این در مغزی ما، در وجودی ما جا شده. فرهنگ همین است، یعنی که از من و شما کسی نمیتواند فرهنگ ما بگیرد. میتواند فرهنگ ما به نام خودش کند، میتواند فرهنگ ما بگیرد، بدگویی کند، هر کاری دیگه کند، اما هیچ کسی از من و شما نمیتواند زبانی ما بگیرد، فرهنگی ما بگیرد. اگر دین داره دینش ما بگیرد یا چیزی دیگر بگیرد، کسی توان اینو ندارد. خیلی درست گفته. و ما که می آییم به جای دیگر، همون فرهنگ خودمو با ما می آید، اون جای دیگر نمی رود. و همین است که شما در خونه‌تون همون سوزنی دارید، در خونه‌تون لباستون تاجیکی، چاینکتون تاجیکی، من قهوه می نوشم از ساتگین تاجیکی، دسترخوانم تاجیکی، بالیش تاجیکی، نمیدونم همه چی. من و شما با این بزرگ شدیم، من از این چیزای از من و شما کسی گرفته نمیتونه. و یک چیز دیگه ببخشید، فرهنگ فراتر از اون است که ما فکر میکنیم. فرهنگ نه تنها شیشتن، خیستن، آب نوشیدن، لباس پوشیدن، توی و سور کردن، موسیقی نواختن، همه این چیزا جزئی فرهنگ است. بله، فرهنگ بنیاد همه چیز است در این دنیا میگه. بعضی فرهنگ میگن و منظورشون از فرهنگ تنها یک چیزه. نه، این فرهنگ یک مفهوم خیلی وسیع است و در اون شامل عرف و عادت، عنعنه‌ها، طرز لباس پوشی، مراسم ها، همه چی به این وارد میشه. زبان. راست میگه دکه بختیار. انا این چیزوی من وقتی همون چند وقت پیش داشتم گفته دادم، وقتی من افستریا رفتم، یعنی کشور اتریش، افستریا، در همونجا دیدم وقتی خانه فرهنگی تاجیکستان در اونجا میرفتم، همین که در اونجا رفتم گفتم اینجا این خودی است، یک طوری هوای این خودی میتید. خب میشینن میخیزن، همینی که مردو در رو برو میکنن، همین حسی وطن برین. میفهمید یک طوری چی بگم به شما، همین در کشوری منم همینطور است. مثلا خودی که یک چیزی میپزن، همه اومده میخورد، چای دم میکنن، مینوشن، سلام میتین، خداحافظی میکنن، برامده میرن. همین خودی که خانه است که خانه خودت ده، خودی همسایه در رو برو کرده استاد است. همین چیزا دیدم من بسیار خرسند شدم. وقتی من پسرام اونجا بردم، بچه ایمان با گپ میزدن، بچه با یک قسق میشد، تو نگاه میکرد، بچه مینا گیر خیر یک چیز گویا نگاه خای میگفت. ما گفتم دیدی بچه منم این چیز ما در کار است. این بچه چطور داند که مادرش از کدوم فرهنگ آمدگی است. با همین خاطر وقتی من اونجا رفتم بسیار خرسند شدم. برای همین میبخشیدم، برای همین مهم است که زنها در جامعه ما داناتر باشند و پرخوانده باشند و بخوانند. وقتی که یک مرد، تمام بگیریم فراموش کنیم درباره حرف مرد، تمام تربیه فرزند در کشورهای من و شما و دوشی زن هاست و زنی دانا، زنی عاقل، یک فرزنداش هیچگاه نادان نمی شود. یعنی فرزنداش تربیه میکند و کدام گفته که وقتی که زنها ملت می سازند. بله، سر ملت زن می باشد میگه. بسیار درست گفتید اکا بختیار. با همین خاطر هم گاهی در همین تو جایی که خودم میبرم کتی خودم، من میگم باید اینو بینن، چشماشون کتی بینن که من کتی که گپ میزنم چی کار میکنم، هر روزه کارم از چی وای گرفتگی است. یعنی بچه ها این محیط دیدنش در کار است. وقتی ما اونجا رفتیم یک دویم روز ما دعوت کردن، یک خوراکی پخته کردن به نام دنگیچه. اکاز وقتی وای موی خود او موچو ما با مانند بود است، او موچ بریم بود است.
فقط این تو سرخ فاصوله لبلو می انداختین. اینم بچه‌م خورده دید بسیار دتا باشون شیش. اینم یک نوع خوراکی بود برای در پنجیکات اونا همونا اوموچ میگوییم ما در جنوبی تاجیکستان دنگیچه میگوین. اکا بوبک بسام اصلا همین فرهنگی کلی گوییم پرسی زبانو در تمامی مناطق شبیه یکدیگر است. چی بدخشان، چی افغانستان، چی پاکستان، چی چین، چی گیریم بخارای و پنجیکت و دیگر همون جایی که با زبان فارسی صحبت میکنند بیشتری عرف و عادت و عنعنه هاشون یک است، یکه. راست میگی. شما با کدومش شناس است؟ مثلا در ما یک عرف عادت است برای شما گفته روم. ما مثلا روزای جمعه شب پیش از خواب رفتن یک شمع گران میمونیم، یعنی همین تو روشن کرده میمونیم برای ارواحهای گذشته، میگیم برای بیبیم، هر یک کس همون نامش میگیریم، همون کسی که مرده است گذشته رفت، مثلا برای تو بیبیم اینی تو عادت داریم شمع میمونیم در بین میز، مثلا برای گذشتگان یاد کرده یک شمع میمونیم. یا که صبح جمعه میشود خمیر میگیریم، خمیر کرده بوی میپزیم، بوی هم میدونیدن بغرساق می برسال داخل چی میگن پوستیشکی با پوستیشکی میگن. از این میپزیم و در همسایگان میتیم، در بچه ها میتیم، ثواب شود. میگیم اینه بویش بر اومد برای یاد گذشتگان، ارواح یار شود پیر آمدت کار شود. این عادت ها داریم. اما ماننده همینه دیدم مردمان افغانستان هم پخته میکردین، فقط نامش گوشی فیل، فقط ارواح گفتنی هم تو پخته میکردین. نمیدونم دایم فکر کنم شاید در ما هم چنینو باشد، اما من راستی اونقدر آگاهی خوب ندارم. راست میگید. حاضر اکا بختیار یک بار همین دوستای ما بگویم، اکا بابکم در آمدن. دوستای عزیز امروز صحبت ما با اکا بختیار است و اگر میخواهید هفته دیگر با شما صحبت میکنیم، نوشته کرده مونید، فقط یک کسکتی صحبت ما میبریم. خوش آمدید در آینده. انکنون باز اکا بختیار گفت زنن کنه اکا بختیار با چی همین یک کس اگر که توانی که دیگرای هم جلب شوند با خوبتر میشد به نظری من. خب اینجا بخیر اکا بابک هم است، اگر خواستید دعوت میکنم، بسیار آدم خوبی دعوت کنید، بسیار خیلی خوب میشه. به نظری من که نباید چی باشد، با یک کس و دو کس میتونید راحت. خب مایلش اکا بابک هم هستن. اکا بابک دهکان اگر دونید بسیار چیزای جمع آوری میکنن، بسیار چیزای میدونن. این کس هم دعوت کردیم کنه بیاین گپ زنم، خوشحال میشویم. چرا نه؟ من پیش از این اکا بختیار اصلا لایف می بردم 4 سال پیشم، برای بود که تاجیکان دنیا گپ زنم. در یادتان باشد اگر با اون خیلی چیزا گپ زدم، خبردار شدم، مشکلات بین ما بود فهمیدم. از همین رو دونستم که تاجیکا درباره یکی دیگر معلوماتی ندارن. مثلا من خودم نداشتم، خیلی نداشتم، نو میدونم مثلا در کجای افغانستان تاجیکا هستن، در کجای ما کشور ما تاجیکا هستن، در کجای تاجیکستان تاجیکا زیادتر هستن. همینو کم کم دیگه یاد گرفتم از همین طریق. خدا خواهد تاجیکستان هم دعوت میکنن، اونجا هم میرویم. شاید شما هم حتما برین که تاجیکستان خیلی زیباست، مخصوصا ماهی آخری ماهی مای یا اولی سپتامبر خیلی زیبا. خدا خواهد میرویم. سال گذشته با اولیمان گپ زده بودیم که تاجیکستان رویم وقتی که نوروز برگزار می شود. متاسفانه من نتوانستم، باید دیگه کشور میرفتم. اکنون خدا خواهد سال دیگه شاید نوروز برویم. نوروز عالی میشه. سال دیگه سال دیگرش باید که نوروز در آلمان یک نوروزی تاجیکی بزرگ تشکیل کنید. این نسل جوان چی پیامی دارید؟
این صداتون قطع و وصل شد، نمیدونم کسی پیوست شد یا چی شد که من نفهمیدم. آوازم هست حاضر؟ حاضر هست، اما از این پیش چی بود پرسیشتان یا کی؟ آها. نه من میتونم بپرسم. من گفتم برای نسل جوان چی پیامی دارید اکا بختیار؟ اینجا به یک از عبدالرسول جان از تاجیکستان شاید باشن سلام نویسید، این کسون هم میفهمند. شما یک پیامتون باشد گویید سالتون کلان از عالم هستید شما هم. دیدید وای حالی ما جوان خودمو اکنون بازم گنراسیون نو به چی گفتن هستید؟ مثلا من اصلا اهل پند و نصیحت نیستم و نه خوش دارم که کسی پند و نصیحت کنم یا و من پند و نصیحت کنم، این چیزای خوش ندارم. اما توصیه دارم. توصیه یعنی که به علم رو آرند و به دانش رو آرند، چیزی که مثلا ما وارث سینای و خیام و بیرونی و رازی و اینها گفتن کم. ما باید امروز در عمل نشان دهیم که ما وارثای همینا هستیم. یعنی در ساحه‌ای که خودمو انتخاب میکنیم در رده 10 گانه بهترین کشور ما نه منطقه نه دنیا باشیم. همیشه باید اهداف بزرگ گذاشت. هدف که بزرگ باشد آدم میرسد آهسته آهسته، دیر یا زود به همون هدف میرسد. و من امروز خیلی جوانای میبینم که واقعا صاحب دانش هستند، صاحب علم هستند. پیشتر مثلا 5 سال 6 سال 7 سال پیش من خوشبین نبودم میدیدم، اما الان بسیار تاجیکای میبینم که رو به علم آوردگی هستند و کوشش میکنند که در ساحه خودشان پیشرفت باشند. این خیلی خوشحال کننده است و کوتی دانش باید در تاجیکستان باشد. یعنی دانش در هر یک از دانش گفتن دانشیار بودن برای هر یک خاندان تاجیک باید یک کاری مقدس حساب شود. درست میگید. منم طرفدار حرفای شما هستم. منم در این 4 سال اخیر در نوارهایم هم گفتم و حاضرم میگویم باید جوانان ما در آینده هم در حاضرم در همین فکرش باشن که یک چیز یاد گیرن. درست است که شاید هر چی بگید میگم ما در فکر روزگار هستیم، میگن روزگار اوکی درست، اما تلفن در دستتون است، امکان دارید پروگرام‌های گوناگون است، حتما یک چیز یاد گیرید. حضور پروژه تیار کردن آسان شده است. یک پروژه تو بالا بردن بسیار آسان شده است، بسیار کارا آسان شدگی است. همین بدش میخواستم که همین یگان کارو کنن گفته نشینن در هر جا من تاجیک هستم، بابام کیمچی بود کیمچی ما هم اگر گیرید انا همین است که با از گذشته گفتن لازم است. از گذشته گفتن نه این لازم است، اما باید کاری کرد. اما برابر آن باید کاری کرد که همون از گذشته گذراند. میدونید ما باید آینده سازیم، بدانیم که آینده ما 50 سال آینده ما در کجای دنیا قرار داریم. بله درست. ببینید حاضر اگر که امروز مقایسه کنیم اصلا قابل قیاس نیستیم در هیچ سمتی، اما این کار شدنی است. اونایی که به دنیا الگوریتم دادن، اونایی که به دنیا تیب آوردن، قریب 600 سال القانون سینا کتاب درسی کل جهانی ها بود، مثال اروپایی ها بود و این ظرفیت هست در وجود ما. باید اون در بالای اون کار کرد و آینده ما که آینده های ما هم همین افتخار داشته باشن که ما ملتی سازنده هستیم، ملتی دانشیار هستیم. این و آن فقط عمل نگفتگو. که بختیار چرا شما در اینجا من خودم مثال نمیبیارید؟ من چقدر کار کردم. مثلا انا بینید من چی میگن اکادمیچیسکی
исследование кардам, пайдо кардам сӯхтҳои нақшнигорҳояш имрӯз дар кишварҳои кадом ҳаст, аз кадом нақшнигор кадом либосҳо дорад, чӣ қадар мардум истифода мекунад. Инак пайдо кардам дар Австрия як барнома карда бировардем. Мебинам худаш кор аст дига, худам бар ин кора ҷавонҳо бироварданашон дар кор, дунё ба нишон доданашон дар кор, корҳое анҷом диҳанд ки худашонро нишон диҳанд дига ки ҳастанд. Бас аст дига фақат гуфтан, ҳарф задан дига бас аст. Дар назари ман бояд як кори анҷом اساسی اساسی گپ همین که گفتید، یعنی به جای حرف زدن با عمل نشان دادن که ما هستیم. бале дуруст. ҳатто гуфтан ки вақти ман меомадам он тараф мегуфтан ки ту аз Бухоро ҳастӣ, Бухоро агар намояндагонаш ҳастӣ чиё дорӣ? Ман гуфтам агар ки ман Бухороро нишон медиҳам, ҳатто рақсу мусиқияш аст, гуфтам биё овозхонӣ кун. Ман гуфтам хайр хуб ҳар чӣ шуд, чаро не? Вақти ин мусиқа аз ман аст, аз насли мо ё ки аз чӣ гӯям, аз мо ҳаст. Вақти ин фарҳанг ман дар кор бошад овозхонишам мекунам. Майли овозхон нестам. Овозашам хондем, мавригишам хондем, рақс бигӯед, рақси зебоашам кардем. Ха чӣ багам наметавонам. Чаро чиз ки аз ман аст, ман давай соҳиб нашавам. Соҳибаш ман ҳастам. Чаро ман ин кора накунам? Ба ҳамин хотир بسیار خوب، ҷавонам ин кора بسیار кунанд. نقص که این کارایی میکنید. واقعا گپا دروغ است که یک کس از دستش کاری نمیبیاد. نه، бале یک کس میتواند خیلی کارا کند و تمام کارهای بزرگ دنیا هم از همون یک کس شروع میشد. یک کس که ایده میشد، یک کس دیگر. кадом мардак тавонистам ту ин гулухшӯя да деворо кашад? Ман зан шуда тонистам. Дига ҷавон магам наметавонад? Метавонад. Як каме хостӣ дар кор аст. Агар мо имрӯз хоҳиш дар ҳамин кор надошта бошем, дига ин ки дунё ба бироин ҷар занед бефоида аст. Дар ҳама ҷой мебинед чизое пахш мекунанд, пахш, аммо кори кардагиа нишон намедиҳанд. Ман имрӯз тавонистам чандин нақшу нигора ба яки дигараш стилизоват кардам, бировардам, нақш омода кардам. Ҳозир масалан кор кардашем бо наққошҳо ки уно ҳамун нақшҳоя дар таърих ва ёш монанд. Ин корҳоя ман карда истодем. Як зане ки сета бачанок ҳаст ин корҳоя кардааст. Ҷавон бачае ки имрӯз мардикорӣ карда истодааст, аммо вақт дорад як 3-4 соат. Ҳамина магам наметавонад. Ман аслан гирифт аз унам зиёд кор дорам. واقعا درست میگید. حرفتون با من 100% راضی هستم. از حرف بیشتر باید با عمل نشان داد. бале من дуруст. چند سال پیش گویاترین زبان عمل در فیسبوک نوشته بودم. در مدتی نمیدونم 2 سال بیشتر از 500 ژورنال و سامانه و اونهای دیگر نوشته های من چاپ کردم به زبان انگلیسی. бале که аллах ببینید که کم کس میتونه در این باره بگوید که نوشته هاش در مجله و سامانه های انگلیسی دنیا چاپ شده باشد. خیلی خوب است. ببینید و, اکبر و همین چیزای من همه روزه ترغیب میکنم، تبلیغ میکنم که همه روزه که ما باید مردی عمل باشیم، نه مردی حرف. дуруст гуфтед. Кани саломи дуруд барои шумо бародари азиз. Хуб ҳастед? Хуш омадед дар саҳифаи мо. Ака бахтиёр гуфтанд ки дӯсти моам даъват кунем. سلام خدمت شما همشیرم مونیسا، خدمت برادرم که اینجا هستند، دیگه دوستای پشت لایو هستند. تشکر که بالا آوردی. موضوع چی است امروز؟ در مورد رابطه صحبت کنیم. ростигап имрӯз якумин барномаи моя, якумин рӯзаш аст ки мо гуфтем ҳар ҳафта як бор ҳамин барнома баргузор кунем. Фарҳангӣ аст, озодона бо мардумони хуросони бузург гап мезанем гуфтем. Яъне ҳама метавонад биёяд ҳарф бизанад. ҳар мавзӯе ки мехоҳанд метавонанд пешакӣ бигӯянд, ба хотири як ҳафта дар байн аст. ва ин чӣ мегӯянд, наворҳои мо сабт мешаваду дар саҳифаи мо пахш мешавад. Инҷо ака Бахтиёр ҳастанд, худашонро муаррифӣ мекунанд ва мана мешиносед. Марҳамат ака Бахтиёр, ба шумо худашонро муаррифӣ кунанд. درود بر شما. منم یک تاجیکستانی مقیم آلمان و موضوع خاصی نداریم. ما هم تو یک صحبتی دوستانه و صحبتی گوییم تجربوی برای مونیسا بانو برای صحبت‌های آیندهشان که از همین پلتفرم کار گرفتین و همین در اطراف موضوع خاصی نیست. هرچی میخواهید
در اون باره میتونید صحبت کنید. سلامت باشین. من یک چیز متوجه شدم از بین مردم شریف تاجیکستان و مردم شریف سمرقند و بخارا، همی که نسل جوانش خصوصا خیلی در راستای همی که نوشتار فارسی رو درست یاد بگیرن خیلی تلاش میکنن و بعض صفحات رو میبینیم که افغانای ما برشان کومنت های میمونن بسیار راحت میخوانن و این واقعا برای احساس داد که یک ملت زمان فرهنگش مطلق نابود میشه که ملت خودش نابود شده باشه، یک نفر زنده نباشه. یعنی یک فرهنگ هر قدر که از بین بره دوباره مثل یک علف خودروی است که دوباره سبز میکنه، هر قدر یعنی علف درو بکنی دوباره سبز میکنه. این فرهنگ هم مثل یک چیز است. امروز که میبینیم مایه قوت است، مایه افتخار است، یعنی میبینیم تاجیکای ما چقدر برامون فرهنگ خودشان پابند هستن و روز به روز زنده میشه و ما هم انشالله به این امید هستیم که یک روز همه مردم شریف تاجیک بتانن کمی نوشتار فارسی رو یاد بگیرن، بعضی از دانشمندای ما لغت‌های ادبی را آپدیت بسازن که ما بتانیم که بعد از قرنهای بسیار طولانی که واقعا سر زبان بار نشده به او حد که در گذشته کار میشد که لغات بسیار جدید، بسیار آپدیت، بسیار در ادب بالا مدرن در این زبان وارد شود. تشکر که مایک دادین سید. خنده باشید. ولی بسیاری از تاجیکستانیان امروز پیشتر هم میتوانستند بخوانند، اما این روزها با پیدا شدن اینترنت که پیوندگری مردم هست، بیشتر نیاز پیدا شده که با خطی فارسی نویسند و خطی فارسی را خوانده توانند و همین نیاز است که مردم جمع میکند و مردم وادار میکند که بیاموزند و این سببگار اساسی این نیاز گوییم همین اینترنت، بیشتر شدن این نیاز اینترنت است. وقتی که یک افغانستانی و یا که گوییم یک ایرانی یا یک تاجیکستانی یا یک ازبکستانی میخواهد با معاشرت صحبت داشته باشد و از حرف یکدیگرش با خبر باشد، خواند، نویسد و حالا هم من و شما خوب میدونیم که نرم افزارهایی هستند که راحت میتوانند نوشته های کریلی را به فارسی گردانند و فارسی را به کریلی برگردانند تا مردم توانند با یکدیگر صحبت خودشان دوام بدهند. بسیار درست گفتید که بختیار. اما در مورد فرهنگ و زبان اون هیچگاه تا زمانی که یک تاجیک زنده است نیست نخواهد شد و اما اپگریدی که گفتید فرهنگستان زبان فارسی این کار میکند و همه روزه اونها اون واژه هایی که در علم معاصر پیدا میشود برابر واژه فارسیش را پیشکش میکنند و چون که شما خوب میدونید که فارسی ایران، فارسی افغانستان و فارسی تاجیکستان و ازبکستان از همدیگر کمی فرق دارد، اما این فرقهای جزئی هستند و با همین از این فرقیت ها می شود خیلی خوب آموخت و استفاده کرد و مثلا هلیکوپتر گفتن کجا و چرخبال گفتن کجا. چیزی با واژه تاجیکی چرخبال هست که استاد لایق این واژه را ساختن، یا بگیم تخخانه ای که میگویند تاجیکا و زیرخانه یا زیرخانه ای که افغانستانی ها میگویند، یا با اون ببینید شفاخانه گفتن کجاست و بیمارستان گفتن کجاست. شفاخانه یا جایی که امید میدهد به کس، بیمارستان جایی که مریض میشه. ببینید این چیزا همیشه از یکدیگر میشود آموخت و با پیدا شدن اینترنت این آموختن ها خیلی ساده شده، فقط باید استفاده کرد. پاینده باشید. درست میگید. منم یک گفتنی دارم برای شما برادر عزیز. خدا خواهد انا 4 سال می شود که من گاهی لایف میبینم، گاهی گپ میزنم با شما. اینا همش به خاطری بود که جوانای ما هم چشماشون یاد گیرد، چون که
خیلی ها میترسیدن وقتی خط فارسی میدیدن خودش اصلا میترسیدن وقتی من در بالای یگان نوارم میگم فارسی نویسم در من نوشته میکردن که تینجی است یعنی آرامی است خیریتی است تو در اونجا عربی نیستی یگم چیزای گنده به قاطی نشده باشی و من میگفتم من عربی نمی نویسم اونجا به ترجمه فارسیش است کسانی دیگر هم هستن که ما رو میفهمن اما فارسی خط کت میخوانن یعنی جوانان ما اصلا از خط فارسی میترسیدن من اکنون نو در همین قدم مونده ایستادن که دیدن که من با شما صحبت میکنم شما کدوم از کجای اومدگی عرب نیستید کدوم آدمی بدی نیستید اما خط شما فارسی است کم کم دیگه شروع کردن با مردمای دیگر جو گپ زنن مثلا با مردمای از افغانستان باشن گپ زدن صحبت کردن شروع کردن از این پیش از خطش میترسیدن گویم درست میشود نو خودم هم شروع کردیم این چند سالی آخر شده است اصلا وقت ندارم که آرام شنم خطی فارسی تا آخر یاد گیرم همین 20-30% هم میدونم اما در آینده حتما قول میدیم که با شما فارسی نویس کرده جواب می نویسم خوب میشود یکی دیگر خوب میفهمیم انشاءالله خدا خواهد بخیر و سلامت باشی. به طور هست همین زبان فارسی که است نخستین زبان است در جهان نخستین زبان است که در عرصه طبابت حرفای زده بود چیزهایی را کشف کرده و به مردم جهان معرفی کرده نخستین زبان است که در عرصه جامعه شناسی را بر جهان معرفی کرده در عرصه شاعری بینید در تمام عرصه ها ببینی که فقط نخستین زبان همیست این خود که انسان باز اگر در یک حالت نیستی که یک 400 یا 500 سال میشه که در سرش کار صورت نگرفته حالا معلوم میشه که مردم فعلی نسل نو انسانای نو کوشش دارن که این زبان دوباره پس به اون عظمت سابقش برگردانه و این زبان است که بسیار زود رشد میکنه بسیار زود میتونه کنمو جایگاه قبلی خود پیدا بکنه اگر شما دقت بکنین ساده ترین زبان هم است همین زبان فارسی بسیار راحتی هر کس هم یاد گرفته میتونه و در عرصه علمی اگر ببینی واقعا خود از یک زبان علمی است هیچ زبان به حد از این در عرصه علم سخن حرف اول نمیزنه دیگه انشاءالله و رحمان میشه خط شما قدر سخت نیست اما اسمای الفبایش یاد بگیرین مثل که ما یگان نوشتار میکنم نوشتار تاجیکی همین خطایی که بر شما هست من نمیفهم کنم چی هست اسمایش نمیفهم ولی نوشته کده میتونم مثلا آیچ کدام است بیش کدام است من نمیفهمم نمیشناسم ولی نوشته میکنم تو یاد گرفتین انشاءالله یام میشه بسیار آسان و ساده است فقط تلفظش یاد بگیرین دیگه تمام ساده است تشکر که مایک دادین شما هم تشکر که آمدید امروز اینجا اکا بختیار چی گفتنی ها دیگه دارید من بسیار امروز انکی صحبت وی کردم خودسان شدم آدموی ناز جمع شدن واقعا صحبتی اول برای همین کم گپ میزنیم با صحبت های دیگه با حتما به نظرم که یک روز من وقت که شد میبیم یک دویلی آشپزی میکنیم شما یک آش صافی میکنید من یک آش چایخانه پنجیکت که آش چایخانه پنجیکت بسیار یک آش مشهور است مثل نان سمرقند در هیچ کجای دنیا نمیشد اون تکرار کرد نمیدونم سببش چی باشد فقط همون در آشخانه پنجیکت میشد اون من چیش میکنم شبیه همون من گفتم فقط دیگ باید پیدا کنیم دیگ اگجوی میخواد کلون دیگی که کلون باشد از کجا پیدا کنیم شما چی نکنید من همشه خودم میبرم دیگش هم میبرم دیگی کلون دارید خد دیگی کلون داشته باشید خد بیارید نباشد من باید یکم جیبم پیدا کنم که همین چکورتر باشد کلانتر دیگ باشد که در دیگی صافی کرده ولی تو دم بمانید گیرد و اطراف همونو همزبانای جمع میکنیم و بعد یک دویلی وای کرد تاجیکی مایلش گپش نیست مایلی خیلی امروز من شما که گپ زدم خرسان شدم با تو خرسان شدم سلام رسانید با خانواده همه پاینده باشید برادر عزیز
شما هم خوش آمدید. با یک بار حاضرچه خداحافظ میگیم. با 2 هفته دیگر باز گپ میزنیم. پاینده باشن، همه بینندهاتون هم سلامت باشن. باز تا ویدیوهای دیگر روز و روزگارتان خوش باشد. خداحافظ. سلام باشید.